نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان سوالی کردن بر این مبنا که آیا ما به نسبت عمل کردن در زندگی روزمره خودمون بر کتاب‌های فتوای معتبر مذهب حنفی اعتماد بکنیم یا بر کتاب‌های فقهی قدیم؟ دوستان دقت بکنین، در مذهب حنفی کتاب‌های معتبری در فقه و دیگر مسائل نوشته شده و چه بسا مسائلی هستند که در مذهب حنفی به نسبت یک مسئله چند قول وجود داره و چند فتوا و چند تا رأی وجود داره. حالا این که بر کدام یک از اینها عمل کرده بشه، این دیگه فتوا دادن بین کار هر کسی نیست، بلکه این کار اصحاب الترجیح هست، همون اشخاصی که میتونن از مابین اقوال مختلف چیکار بکنن، یک قول را جلو کشیده و برام فتوا بدن. چنانکه مفتی تقی حفظه الله در کتاب اصول افتاء صفحه 27، این کتابیه و کتاب‌های معتبر اصول افتای مذهب حنفی بسیار زیادن که برای اون اشخاصی که میخوان فتوا بدن یک چارچوب و شرایطی را تعیین کردن. اینجا فرموده وقد ذکرنا در صفحه 27 وقد ذکرنا فيما سبق طبقات الفقهاء و من جملتهم اصحاب الترجیح. این را بیان میکنن که در مابین مذهب احناف طبقات مختلفی وجود دارند در طبقات فقها و در طبقه چهارم یا پنجم اصحاب الترجیح هستند، همون اشخاصی که میتونن از مابین اقوال مختلف یک قولی را جلو کشیده و فتوا بدن. اینجا فرموده فالمسأله التي رجحها هؤلاء، پس اون مسئله و موردی که این اصحاب الترجیح جلو کشیدن یجب علی المفتی المقلد اتباعها. فرمودن که بر مفتی که مقلد مذهب حنفی هست لازمه که از جیب خود و از نزد خود و از فکر خود و از مطالعه خود فتوا نده، بلکه بر همون قول اصحاب الترجیح چیکار بکنه، عمل بکنه و بر همون فتوا بده. چرا؟ بلکه فرموده سواء کان مرجح قول الامام الاعظم او لاحد من اصحابه. چرا که بعضا هستن اینجا دوستان که در مقابل کتاب‌های فتوا میگن فتوای امام اعظم اینه. برادر عزیز من، اون شخصی که آمده در دارالافتاء نشسته و به خود جرأت داده در مذهب حنفی کتاب فتوا نوشته، اون شخص از قول امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر امامان به نسبت من شما به مراتب بالاتر خبر داره. من شما اگر خوانده باشیم چهار جلد هدایه را خواندیم، بیشتر از این نخواندیم در کتاب فقه خودمون. من شما اگر خواندیم همین 4 جلد شرح وقایع را ما خواندیم، بیشتر از این نخواندیم برادر گرامی. لذا همینه فرمودن که سواء کان مرجح للقول للامام الاعظم، حالا این قولی که فتوا داده شده و ترجیح داده شده از طرف اصحاب الترجیح، حالا میخواد قول امام اعظم رحمت الله علیه باشه یا کسی دیگر باشه فرقی نمیکنه. فما رجح اصحاب الترجیح مقدم علی کل من سوا. همون چیزی که اصحاب الترجیح فتوا دادن، همونایی که در دارالافتاء نشستن و قول اصحاب الترجیح را تخریج کردن و بر آن فتوا نوشتن، لازم و ضروری است که بر قول چنین کسانی چیکار بشه، عمل بشه. چرا؟ فرمودن که لان اهل الترجیح مع شدت ورعهم، چرا همین اشخاصی که اصحاب الترجیح هستن با تمام تقوایی که داشتن، با تمام التزامی که مذهب داشتن، یک قولی را از ما بین اقوال مختلف مذهب حنفی جلو کشیدن، پس لذا لازم و ضروری هست که فالعمل بترجیحهم اولا، که عمل کردن به قول اون اصحاب الترجیح اولا هست. چرا؟ چون اونا از من شما خیلی به مراتب بهتر از مذهب حنفی خبر دارن برادران گرامی. همینطور که در مقدمه رد المحتار هم علامه شامی رحمت الله علیه از فتح القدیر نقل کرده فلا يجوز الافتاء مما في الكتب الغریبه. بعضی کتاب‌ها هستن به نام مذهب حنفی هستن اما کتاب‌های نادر هستن، کتاب‌هایی هستن که زیاد قابل اعتماد نیستن، لذا از هر کتابی به نام مذهب حنفی ما حق نداریم فتوا بدیم، بلکه در این مسائل باید بر اصحاب الترجیح، همون اشخاصی که در مذهب حنفی مورد اعتماد هستن، بر همونا چیکار بشه، بر همونا اعتماد بشه. لذا همینه دوستان عزیز گرامی، این نکته را من قبلا یادآوری کردم، باز تکرار میکنم. در مقدمه رد المحتار هم آمده این مطلبی که میخوام بگم، در مقدمه شرح الوقایع هم آمده و در اصول افتاء مفتی تقی حفظه الله صفحه 20 آمده که ما در مذهب حنفی طبقات فقها داریم، 7 طبقه داریم. اینجا طبقه خامسه فرموده و اما الذين هم دون ذلك فرموده و طبقه السابعه فرموده. گروه هفتم، طبقه هفتم ما مولوی ها هستیم. ما که مثلا این مابین دیگه یعنی یه چیزی خواندیم، ولی این که مثلا بیایم کدوم قولی را جلو بکشیم این از واسه ما خارجه. لذا ضروری است که در طبقات فقها طبقه و قدر قیمت خودمون را بدانیم، مبادا خودمون را در طبقه هفتم میبخشید در طبقه ششم یا پنجم یا به جای اصحاب الترجیح قرار داده خودمون با مطالعه کتاب‌های فقهی احناف کدام قول را جلو بکشیم که این کار بسیار خطرناکی است.
مفتی تقی حفظه الله در اصول افتاء صفحه 44 و علامه اللکنی رحمة الله علیه هم به مانند این در مقدم شرح الوقایع فرموده که یجب علی المفتی، بر مفتی واجب است اون کسی که میخواد فتوا بده که لا یعتمد الا علی الکتب المعتبره، که این اعتماد نکنه مگر اون چیزهایی که در کتاب‌های معتبر فقه حنفی، مذهب حنفی آمده. و البته جلوتر فرموده که بله اینجا کتاب‌هایی هستن که زیاد قابل اعتماد نیستن، ولا یعتمد بترجیح من لیس من اهل الترجیح، اونی که اهل ترجیح نیست بر قول این شخص اعتماد کرده نمیشه. چرا که در مذهب حنفی کتاب‌هایی هستن که اینا درسته، قابل احترامن، شکی در مثلا در مذهب حنفی بودن آنها وجود نداره، اما به هر کتاب فتوایی یا به هر کتاب میبخشید به هر کتابی که در مذهب حنفی به نام مذهب حنفی نوشته شده نمیتوان فتوا داد. علامه شافعی رحمة الله علیه اینجا نام 15 الی 16 کتاب را گرفته که اینا در مذهب حنفی هستند اما نمیتوان از اینا فتوا داد. چنانچه در المختار را نام برده، شرح النقایع للقوستانی را نام برده، الاشباح و النظر ابن نجیم رحمة الله علیه، شرح کنز برای مولا مسکین، جامع الرموز للقوستانی، القنیه للزاهدی، النهر الفائق مال ابن نجیم، شرح الکنز للعینی، السراج الوهاب، الجوهرة النیره و کنز العباد و همینطور خزانة الروایات و خلاصة الکیدانی و همین الحاوی للزاهدی، الفتاوی الصوفیه، فتاوی طوری و غیرها. خیلی از کتاب های دیگر همینطور هستند که به نام مذهب حنفی نوشته شدند اما این کتاب های فتوا نیستن و لازمه که اون کسی که میخواد فتوا بده به همون اقوالی که در کتاب های معتبر همین فتوای مذهب حنفی آمده با اونا اعتماد کرده بشه. که چرا اونا اشخاصی هستن که در مابین اقوال مختلف از اصحاب ترجیح بوده یا اینکه چنان لیاقتی دارن که میتوانن اون قول اصحاب ترجیح را مشخص بکنن و بر هم فتوا بدن. لازمه که ضروری هست که ما اقوال همونها را در زندگی خود مورد عمل قرار بدیم. علامه مفتی تقی حفظه الله اینجا در صفحه 26 اصول افتاء خود نوشتن که لا يجوز الافتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى اساتذه مهره. اون اشخاصی که میخوان فتوا بدن اینا برای هر کسی فتوا دادن درست نیست. برای هر کسی که در نزد اساتید خودش کتابای فقهی را خوانده برای او جایز نیست که بیاد از نزد خودش بنابر اون فهمی که در کتابای فقهی دیده فتوا بده، تا زمانی که این شخص فرموده در تحصل له ملکه، یک ملکه‌ای در فقه هست که اون اشخاص میتونن اون قول ترجیح شده را جلو بکشن. تا به این درجه نرسه چنین اشخاصی هرگز لیاقت فتوا دادن را از کتاب‌های فقهی احناف ندارن که از اون جمله بندم همینطور هستم، بندم از اصحاب ترجیح نیستم. لازم به ضروری است که ما در مقابل کتاب‌های فقهی خودمون به همون کتاب‌های فتوا، همون اشخاصی که در مذهب حنفی خیلی زرنگ هستن و خیلی مهارت دارن، به همون کتاب‌های فتوا ما رجوع بکنیم و بر قول همانها چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. لذا همینه دوستان عزیزان گرامی که به هر کتابی که در کتاب‌های مذهب حنفی نوشته شده نمیتوان از همون فتوا داد. مثلا از هدایه باشه، شرح الوقایع باشه و دیگر کتاب‌ها. اگر مثلا اختلافی نیست که مثلا دیگه اینجا همین چیزی که در 5 وقت نماز ما داره عمل میشه، این مسائلی که مثلا ما بین علما مشخص است، از کدام کتاب گفتی هم زیاد مشکلی نداره. اما خصوصا در مسائلی که ما بین تفاوت‌هایی وجود داره، در مسائلی که در ما بین کتاب‌های مذهب حنفی تفاوت‌هایی وجود داره، اینجا صرفاً اعتماد بر همین فهم درک خودمون و فتوا دادن از اون این کار خطرناکیه و چه بسا خود و اطرافیان را ما در این مسئله به گناه مبتلا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.